با تقدیم سلام و درود به یک شما عزیزان و دوستان در هر کجا که هستید آرزو میکنم سلامت باشید. علیزاده هستم. در این ویدیو میخوایم یک تحلیل کوتاه داشته باشیم روی بیت کوین که به کدام سمت در حال حرکت هست. خب دوستان عزیز، همون قسمی که میبینید ما 4 تا بیت کوین رو داریم در اینجا در این قسمت و بیت کوین یک محدوده بسیار مهمی 43500 دلار شکست و با یک روند پرقدرت صعودی خود را آغاز کرده و همون قسمی که میبینید کندل های 3 تا کندل روزانه بسیار پرقدرت خود را آغاز کرده. میتونه که اگر به امی روال به امی قدرت خود ادامه بده بیت کوین میتونه که سقف قبلی خود یعنی 49000 دلار را بشکنه، به طرف 50 51 الی 55000 دلار حرکت بکنه. خب دوستان عزیز، بازارها تحلیل ها 100% نیست و امکان داره به خاطر که بسیار پرقدرت روند صعودی خود آغاز کرده، امکان داره که این سقف به زودی بشکنه، سقف 49000 دلار و بتونه یک سقف بالاتر 51 الی 55000 دلار تشکیل بده. بازم تحلیلگران زیادی بیت کوین را تحلیل کردن که گفتن در ماه‌های آینده امکان داره بیت کوین تا 55 60 الی تا 70000 دلار هم صعود بکنه. شاید این پیش بینی ها درست باشه، شاید هم این پیش بینی ها درست نباشه. این بازار 100% روی از اینا آدم نمیتونه 100% پیش بینی بکنه بازار مالی را، اما امکانش هست به خاطر که یک روند بسیار صعودی را در پیش گرفته. بازم شما اگر قبلا بیت کوین در قیمت های 30000 35000 خریدید میتونید که سیف سود بکنید. بازم این تصمیم با خودتان هست. امکان داره بیت کوین یک رشد بسیار بالایی داشته باشه، امکان داره هم از قیمت 51000 دلار یا 49500 یا 51000 دلار دوباره یک اصلاح داشته باشه و بعد حرکت بکنه به طرف بالاهای بالا یا سقف بالاتر از 55 الی 60 الی 70000 دلار بزنه. بازم در هر کجا که هستید برای یک شما آرزوی سلامتی میکنم. اگر خواستین درباره ارزهای دیجیتال، کریپتوکارنسی، فارکس یا معلومات یا آموزش خواستین، ما در خدمتتان هستیم. میتونید در پایین همین ویدیو یک کامنت درباره آموزش، درباره معلومات برای ما بفرستین تا ما بتونیم همراه شما در تماس شویم. بازم برای شما آرزوی موفقیت سلامتی میکنم در هر کجا که هستید. وقت خوش و سلامت باشید.